سلام علیکم عزیزان، حضورتان ضمن سلام از حضرت حق طلب کنم فیض مدام. ما میزگردی تخصصی جهت بررسی ابعاد رسانه‌ای نورد رمضان تشکیل دادیم. حتما سوالهایی در ذهن شما عزیزان هست که یا از طرف اطرافیان یا در فضای مجازی پلتفرم‌های ایرانی خدمت جناب آقای شمس مدیر کل سابق روابط عمومی استانداری و فعال رسانه‌ای هستیم. خدمت جناب آقای مهدی ساغرزاده دکترهای مدیریت رسانه و فعال فرهنگی هستیم. اگر ما این جنگ رو یه جنگ ترکیبی و همه جانبه ببینیم، دو تا بال اصلی این جنگ اگر یکیش بعد نظامی باشه، حتما بعد دوم بعد رسانه‌ای هست. نسل‌های آینده در کتاب‌های تاریخشون شرح شجاعت‌ها و مجاهدت‌های شما را خواهند خوند و آفرین خواهند فرستاد. جنگ هنوز تمام نشده. ما درگیر چند تا جبهه هستیم. یکی جبهه میدان که باید آمادگیشو حفظ بکنه همچنان و حتما جبهه خیابان را داریم که شما ملت پرشورتر، هر روز پرشورتر، واقعا خستگی ناپذیر ظاهر میشید که و جبهه سومی که در پیش داریم عزیزان و بیشتر باید به این توجه بکنیم، جبهه روایته. جبهه روایت رو اگر دست کم بگیریم، روایت ها رو دیگران خواهند گفت. کار آفندی تو حوزه رسانه داشته باشیم، باید طرف مقابلمون رو خیلی خوب بشناسیم. ترامپ یه شخصیت کاملا رسانه‌ای هست. باید ترامپ رو انسان بدونیم، انسان رسانه هست. همینی که شما میفرمایید، یه انسان رسانه با تجربه توی حوزه رسانه. بله ایشون قمارباز بوده، توی فضای اقتصادی و توی معادلات اقتصادی وزیر دفاع ایالات متحده هست، آقای پیتر هکست. یعنی ما هم ارز جنگ نظامی یه جنگ رسانه‌ای هم کاملا یه نکته تکمیل بکنم دکتر، این به عنوان نقطه ضعف که نگفتین، نقطه قوته. بعد علاوه بر این که شخصیت‌های رسانه‌ای هستن، زمانی هم که می‌خواستن به عراق حمله بکنن برای سقوط صدام، اون موقع با حمله رسانه‌ای گفتن اینها متجاوز هستن، اینها سلاح‌های نامتعارف دارن و اون عملیات رسانه‌ای بستر رو فراهم کرد که این جامعه جهانی اقناع بشه که نه اشکال نداره، یا مردم آمریکا هم اقناع بشن که بله طوری حمله بکنی خوبه. یکی از کارهایی که ترامپ تو این ایام انجام داره که دقت کرده باشین، بازی با قیمت نفت بود که این توییتایی که میزد به فرمایش‌های دکتر این رئیس جمهور گوشی به دست، به موقع توییتایی میزد که این بتونه بازار نفت رو کنترل بکنه. حالا اونقدر که میخواست موفق نبود، ولی به هر حال ما این جبهه رو باید خیلی جدی بگیریم. جبهه رسانه هم از لحاظ عده که بدونیم چه آدمایی روبروی ما نشستن و ما هم اون چیزی که تعبیر امام شهیدمون بود که بارها تاکید میکردن، ما از بعد رسانه‌ای باید تقویت بشیم. این رو باید در نظر داشته باشیم که ما صرفاً تجهیزات نظامی و موشک ها نیست که کار اونا پیش میبره، اونا بسیار مهمه، ولی یه بعد کار ما بحث رسانه است، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین الملل. سلام علیکم عزیزان، حضورتان ضمن سلام از حضرت حق طلب کنم فیض مدام. فیضی که شود شروع آن صبح ظهور بر خانه کعبه انشاءالله با تماشای امام. خسته نباشین مردم اصفهان، به خصوص مردمی که این 45-6 شب در فلکه فیض اصفهان گل کاشتین. خیلی خوبین شما، دمتون گرم. این پرچمایی که شما برافراشته کردین، این پرچمایی که شما دارین تکون میدین، کم از پرچم ابا عبدالله نیست. حاج قاسم فرمودن این جمهوری اسلامی حرم است، این حرم بماند بقیه حرم ها میماند. و وقتی شما این پرچم رو تکون میدین در حرم جمهوری اسلامی ایران، فرقی با حرم ابا عبدالله نداره. تازه عبور کردیم از
اربعین سید الشهدای ایران، رهبر عزیزمون آقا جانمون سید علی خامنه‌ای، شادی روح ایشون، یه صلوات بفرستین. ببینید این صلوات شما انرژی به سمت ما کارشناسامون خودمون، یه صلوات خیلی بلندتر بفرستین. خیلی خوب، ما میزگردی تخصصی جهت بررسی ابعاد رسانه‌ای نبرد رمضان تشکیل دادیم. حتما سوالهایی در ذهن شما عزیزان هست که یا از طرف اطرافیان یا در فضای مجازی پلتفرم‌های ایرانی برای شما وجود اومده، گفته شده، شبهه‌ای هست. کارشناسان ما انشالله جواب این سوالها رو میدن. بچه‌های ما کلی با تخصص با فراغ نشستن سوالهایی رو طراحی کردن که احتمالاً سوالهای ذهنی شماست. شمایی که الان دارید ما رو نگاه میکنید هیچ فرقی با این مردمی که الان اینجا نشستن ندارین. خدمت جناب آقای شمس مدیر کل سابق روابط عمومی و استانداری و فعال رسانه‌ای هستیم. خدمت جناب آقای مهدی ساغری زاده دکترهای مدیریت رسانه و فعال فرهنگی هستیم. ابتدا دعوت میکنم از آقا مهدی ساغری زاده عزیز، جناب آقای مهدی ساغری زاده عزیز، دکترای مدیریت رسانه و فعال فرهنگی. آقا سلام علیکم. اگه اینجا بشه. بله چشم. نه آقای شمس تشریف بیارید، مدیر کل سابق روابط عمومی استانداری اصفهان و فعال رسانه. صلوات جلی خط بفرمایید. خیلی خوب، سلام علیکی داشته باشین با مردم عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همشهریان بزرگوار، مردم عزیز انقلابی همیشه در صحنه اصفهان، عزیزانی که در این موکب اهالی رسانه در میدان فیض خدمتشون هستیم. جا داره ابتدای این برنامه تشکر بکنم از دوستان عزیز، از اهالی رسانه، از بخش‌های مختلف رسانه استان که بیش از 42 شب هست دوستان از یک موکب خیلی کوچیک توی شب‌های اول تا تعداد زیادی موکب و برنامه رو تدارک دیدن و توسعه این مجموعه به عنوان یک موکب تخصصی برای کمک به آگاهی بخشی عمومی که واقعا باید گفت اگر ما این جنگ رو یه جنگ ترکیبی و همه جانبه ببینیم، دو تا بال اصلی این جنگ اگر یکیش بعد نظامی باشه حتما بعد دوم بعد رسانه‌ای هست. از این بابت خدا قوت میگم به دوستان و عزیزانی که زحمت این موکب و این برنامه رو کشیدن و انشالله امیدوارم که در پیشگاه الهی مأجور باشن و شهدای عزیزی که طی جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم تا کنون به هر حال به شهادت رسیدن شافع و دستگیر همه این عزیزان باشن. دست شما در نکنه. خدمت شما، خدمت جناب آقای ساغری زاده هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام بر مردم عزیز ایران، مردم شریف اصفهان، عزیزانی که ما را از طریق فضای مجازی میبینن، مردمی که مجاهدت کردن و به تعبیر امام شهیدمون مبعوث شدن و کمتر ملتی این افتخار رو در طول تاریخ ایران زمین پیدا کرده که به این لقب مفتخر بشه و اینقدر با شجاعت بیش از 40 روز در میدان باشه برای اون ارزش ها و اون آرمان هایی که انتخاب کرده و انشاءالله نسل های آینده در کتاب های تاریخشون شرح شجاعت ها و مجاهدت های شما را خواهند خوند و
آفرین خواهد فرستاد. شهادت حضرت امام جعفر صادق را هم خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم شب گفتگوی خوبی باشه. یه نکته مختصری عرض بکنم از محضر آقای دکتر شمس، انشالله بهره مند بشیم. من خودم هم شب اومدم از محضرشون استفاده بکنم و درس یاد بگیرم. از اساتید مبرز دانشگاه هستن، استاد انقلابی، کاربلد، با سواد و واقعا امثال این عزیزان باعث افتخار این شهر هستن. خب ما در روزهای گذشته درگیر جنگی شدیم که فکر کنم راجع به خود این جنگ هم از لحاظ بعد رسانه‌ای و صحبت بشه. در آینده‌ای که در پیش داریم، حالا اگر به این تعبیر جنگ هنوز تمام نشده، ما درگیر چند تا جبهه هستیم. یکی جبهه میدان که باید آمادگیشو حفظ بکنه همچنان و حتما غیور مردان سپاه پاسداران و ارتش دلاورمون در فکر تأمین کاستی ها هستن و خودشونو به اصطلاح ریکاوری میکنن تا انشاءالله در آینده هم همچنان بتوانن بدرخشن. جبهه خیابان را داریم که شما ملت پرشورتر، هر روز پرشورتر، واقعا خستگی ناپذیر ظاهر میشید که حالا یه الزاماتی هم داره انشاءالله باید روش صحبت بکنیم. و جبهه سومی که در پیش داریم عزیزان و بیشتر باید به این توجه بکنیم، جبهه روایته. اگر این جبهه رو دست کم بگیریم، ما تو اون دو جبهه الحمدلله موفق بودیم. جبهه روایت رو اگر دست کم بگیریم، روایت ها رو دیگران خواهند گفت و هرچی ما در این زمینه قوی کار بکنیم، هم برای تقویت نیروی فعلیمون و آینده بهتر و هم برای نسل‌های آینده بهتر منتقل خواهد شد. آقای دکتر من خدمت شما هست. متخصصان ما نشستن، دقیق بررسی کردن، یه سری سوال در آوردن در حوزه رسانه و فضای مجازی. بنده از جناب آقای شمس شروع میکنم پرسیدن و اگر جناب آقای ساید شما فکر میکنید اون این جوابیش باشه که شما هم بتونید بدین، به من بگین که خدمت شما میکروفون بدم. البته خب یکی در میون سوالو میپرسیم صورت پینگ پونگ که انشالله بنجام. آقای شمس، با توجه به وضعیت آتش بس و این اتفاقاتی که حالا سیاسیان ما در اسلام آباد بودن و برگشتند، هیئتی که همراهشون بود و همچنین آمریکا، الان وظیفه مردم، نیروهای نظامی، دولت و رسانه‌ها در شرایط فعلی چیه؟ اینو اگه توضیح بدید ممنون میشم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما قبل از هر چیزی باید موضوعی که میخوایم در قبال دشمن موضع بگیریم نسبت به شناخت داشته باشیم. چیزی که هست، آن چیزی که از دشمنان ما، آمریکای جنایتکار، رژیم غاصب صهیونیستی بیشتر داره توی رسانه ها برای ما انعکاس پیدا میکنه، توانمندی های نظامی و یا رجزهای نظامی در واقع دشمن هست. ما قبل از اینکه بخوایم کار رسانه‌ای یا کار پدافندی یا حتی کار آفندی تو حوزه رسانه داشته باشیم، باید طرف مقابلمون رو خیلی خوب بشناسیم. آنچه تا الان برای ما رجز خوانده شده در مورد ناوها، نام مثلا چی اومده توی خلیج فارس، نمیدونم چه تعداد جنگنده، چه تعداد موشک، از چه پایگاه‌هایی داره شلیک میشه، اما ما توی ابعاد رسانه‌ای کمتر اومدیم صحبت کنیم یا حتی من ندیدم کسی بیاد صحبت بکنه که طرف مقابل ما کیه، آدمی که هر لحظه داره برای ما رجز خونی میکنه و اونم توی فضای رسانه‌ای که قدرت فضای رسانه‌ای هم در اختیار اون هست. من یه لیست شاید 13-14 نفره‌ای از اعضای ارشد دولت ترامپ آماده کرده بودم که حالا چون دوستان گفتن وقت کمه، سعی می‌کنم یه تعداد کوتاهی از اینها رو خدمت شما معرفی بکنم که ما ببینیم دشمن ما در واقع توی فضای رسانه‌ای کیه. از شخص خود دونالد ترامپ که در واقع رأس این هرم جنایت‌های اخیر و دشمنی با
ایران بوده و به هر حال رژیم قاسم صهیونیستی هم خودشو در زیر مجموعه شخص ترامپ میبینه. ترامپ یه شخصیت کاملا رسانه‌ای هست. عزیزانی که با ایشون آشنا هستن توی سالهای قبل شاید تألیفاتی از این فرد که حتی توی کشور ما ترجمه شده، بیش از 20 کتاب تو حوزه‌های اقتصادی، انگیزشی و موردایی که به هر حال برای تو حوزه کارآفرینی اینها بوده، از این فرد منتشر شده که تعداد زیادی از اون توی کشور ما هم ترجمه شده. آیا که به تعبیر ما اگر آقای ترامپ انسان بدونیم، انسان رسانه هست؟ بله دقیقاً همینطوره. همینی که شما میفرمایید، یه انسان رسانه با تجربه توی حوزه رسانه. ایشون بین سالهای 2004 تا 2015 یعنی یه نزدیک 11 سال با کل اعضای خانواده‌اش فکر میکنم یکی از مهمترین برنامه‌های تلویزیونی شبکه NBC را در اختیار داشته. یعنی پربیننده ترین برنامه شبکه NBC بین سال 2004 تا 2015 در اختیار دونالد ترامپ بوده. ایشون خودش مجری این برنامه هست، اعضای خانواده‌اش جزء تیم در واقع تهیه برنامه هستن و تهیه کننده و اسپانسر خود اون برنامه هم خود دونالد ترامپ هست. شخصیت کاملا آشنا به رسانه. یه اصطلاحی ما در مورد ایشون میگیم ترامپ قمارباز. بله ایشون قمارباز بوده توی فضای اقتصادی و توی معادلات اقتصادی. این مشی قماربازی مستلزم حیله‌گری و ابزارهایی هست که از این ابزارها توی فضای رسانه هم استفاده می‌کرده ایشون. من حالا موارد دیگه هست، در همین حد خلاصه عرض می‌کنم. نفر بعدی که شاید الان بیشترین در واقع تهدیدها، رجزخوانی‌ها رو علیه ما رو داره، وزیر دفاع ایالات متحده هست، آقای پیتر هگس. پیتر هگس اون هم حدود 15 سال کار رسانه‌ای توی کارنامش داره. ایشون آخرین سمت و آخرین شغلش قبل از اینکه وزیر دفاع بشه مجری برنامه آخر هفته شبکه فاکس نیوز بوده. یعنی ایشون بعضی از آمریکایی‌ها الان میخوان مسخره کنن، میگن که پیتر هگس از روی استودیو اومد رفت وزارت دفاع شد رئیس پنتاگون. یعنی کسی که الان داره پنتاگون رو اداره میکنه از توی استودیو اومد. یعنی ایشون تو سوابقش بله یه نظامی در واقع ایالات متحده بوده، عضو ارتش امریکا هم بوده، حتی توی جنگ عراق هم حضور داشته، ولی شخصیت کاملا رسانه‌ای. نفر بعدی که خب جزء سوابق رسانه‌ای داره معاون ترامپ هست، کسی که توی مذاکرات اخیراً حضور داشت، آقای جی دی ونس هم آدم کاملا رسانه‌ای، سناتور آمریکایی که سال 2017 به عنوان عضو برجسته شبکه CNN شناخته شده و یه آدم کاملا رسانه‌ای. ایشون یک کتاب خیلی معروف داره، زمانی جزء وبلاگ نویس‌های جزء معروف‌ترین وبلاگ نویس‌های ایالات متحده بوده. ایده های خاص توی حوزه‌های خاص توی فضای رسانه‌ای منتشر می‌کرده. بعد از ایشون اگر بخوام حالا من بین این 13-14 نفری که من لیستشون رو پیدا کردم اشاره بکنم، مواردی که مرتبط با ما هست، سفیر آمریکا در اسرائیل هست، مایک هایکبی، و سفیر امریکا در اسرائیل که اون هم توی معادلات اخیر منطقه ما خیلی مؤثر بوده. توی ایالات متحده کهنه سرباز فاکس نیوز شناخته میشه، آدمی که بین 2008 تا 2015 توی تلویزیون فاکس نیوز ایشون هم پر بیننده ترین برنامه رو در اختیار داشت. یعنی باز اونجا هم که میخوان توی اسرائیل یه سفیری رو تعیین بکنن، یه آدم کاملا رسانه‌ای، باز سخنگوی کاخ سفید و یا سخنگوی دولت ایالات متحده که خب خیلی ایشون کم سن و سال هست، خانم لویت که الان سخنگوی در واقع کاخ سفید هست، یه جوون نزدیک 30 ساله هست که ایشون هم از اعضای اصلی اتاق خبر فاکس نیوز بوده. یه آدم کاملا خبری و رسانه‌ای که ایشون هم توی مجموعه فاکس نیوز بوده.
بعضی از این مواردی که من عرض کردم توی ایالات متحده امریکا گفته میشه که اصلا ایشون رو دونالد ترامپ به خاطر اینکه تو رسانه کار میکرده آورده. چیزی که هست، تصمیماتی که توی ایالات متحده داره گرفته میشه مشخصا ظاهرا یک نفر هست میگیره، اونم شخص ترامپ هست، اما ابزارهایی در اختیار داره که این ابزارها رو با برنامه‌ریزی آدم‌های کاملا مشرف و مطلع به رسانه رو آورده. حالا شما در نظر بگیرید ما تا الان اومدیم در مورد تسلیحات، در مورد ناوها، در مورد جنگنده ها، در مورد توان نظامی صحبت کردیم، اما هیچ وقت نیومدیم بگیم این آدم هایی که تیم مذاکره کننده ما دارن میرن باشون مذاکره میکنن چه شخصی هست، چه کسانی هستن، چه سوابقی دارن. البته ما بعد از جنگ 12 روزه هم اتفاقات خیلی بزرگی توی این عرصه میدانی رسانه‌ای توی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که من فرصت بشه عرض میکنم. این سابقه رو عرض کردم که به شما بگم قبل از این که ما بخوایم بریم سراغ اینی که الان ما چه وظیفه‌ای داریم، قبل از اون شناخت دشمنه. یعنی ما هم عرض جنگ نظامی یه جنگ رسانه‌ای هم کاملا و شاید تا الان بهش نپرداختیم. من ندیدم خیلی پرداخته بشه به شخصیت رسانه‌ای این آدم‌ها، به سوابق رسانه‌ای این آدم‌ها. شاید اگه به شما بگم فقط توی مورد شب گذشته، الان توی ایالات متحده آقای ترامپ رو بهش میگن رئیس جمهور گوشی به دست. فقط توی مورد شب گذشته بین ساعت نزدیک 9:49 شب تا 4:10 بامداد یه چیز حدود 12-13 تا پست. حالا ما میگیم یه شخصیتی در حد رئیس جمهور شاید ادمین داره، ادمینش داره، یعنی اون کاربری که هست داره این پست‌ها رو توی سوشال مدیا ترامپ میذاره، ولی خب این یه هماهنگی میخواد دیگه. این متنی که ایشون منتشر میکنه، رجزخونی که میکنه، این جنگ رسانه‌ای که از بعد از آتش بس معروفه دیگه. آتش بس یعنی زمان جنگ رسانه‌ای، جنگ تمام عیار رسانه‌ای از زمان آتش بس نظامی و عملیات روانی شروع میشه. عملیات روانی برنامه‌ایه که خب از ابتدای جنگ بوده، قبل از اون هم بوده، ولی ما تو زمان آتش بس تمرکز اصلی و تمام برنامه‌ریزی جریان دشمن رو تو این موضوع داریم. این یک کلیتی بود که من خدمت شما عرض کردم. حالا فکر کنم آیه دکتر ساغری زاده هم خدمتشون باشیم. من چندین مورد دیگه هست که توی این که حالا ما در مقابل این موضوع چه وضعیتی داریم، وضعیت کنونی ما چطوره، اینا رو ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم. یه نکته تکمیل بکنم دکتر، این به عنوان نقطه ضعف که نگفتین، نقطه قوته. بعد علاوه بر این که شخصیت‌های رسانه‌ای هستن، اون مراحل متقاعد سازی با رسانه پیش میبرن. یعنی هر جا در صحنه نبرد نظامی اگر کاستی هست، اگر کم بودی هست، سعی میکنن با اون ترفندهای رسانه‌ای جبرانش بکنن. حالا البته این تو شیوه رؤسای جمهور قبل آمریکا هم بوده تو بعض قسمت، ولی تو رؤسای جمهور اخیر ترامپ قوی ترین آدم تو این زمینه بوده. اگر ما در بحث رسانه داشتیم، زمانی هم که می‌خواستن به عراق حمله بکنن برای سقوط صدام، اون موقع با حمله رسانه‌ای گفتن اینها متجاوز هستن، اینها سلاح‌های نامتعارف دارن و اون عملیات رسانه‌ای بستر رو فراهم کرد که این جامعه جهانی اقناع بشه که نه اشکال نداره، یا مردم آمریکا هم اقناع بشن که بله طوری حمله بکنی خوبه. یکی از کارهایی که ترامپ تو این ایام انجام داده که دقت کرده باشین، بازی با قیمت نفت بود که این توییتایی که میزد، به فرمایش آقای دکتر این رئیس جمهور گوشی به دست، به موقع توییتایی میزد که این بتونه بازار نفت رو کنترل بکنه. حالا اونقدر که میخواست موفق نبود، ولی به هر حال ما این جبهه رو باید خیلی جدی بگیریم، جبهه رسانه، هم از لحاظ عده که بدونیم چه آدمایی روبروی ما نشستن و ما هم اون چیزی که تعبیر امام شهیدمون بود که بارها تأکید میکردن ما از بعد رسانه‌ای باید تقویت بشیم و تأکید رو این داشتن، این رو باید در نظر داشته باشیم که ما صرفاً تجهیزات نظامی و موشک ها نیست که کار اونا پیش میبره.
اونها بسیار مهمه، ولی یه بعد کار ما بحث رسانه است، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین الملل. تو الان اون چیزی که بنده متوجه شدم، ما با کس و کسانی طرفیم که خبره در بحث رسانه هستن و اصلا رسانه چی بودن، بزرگ رسانه بودن در کشور خودشون و بعد اومدن بحث‌های سیاسی و لشکری و کشورهای اینا رو تحویل گرفتن. آقای شمس، در حد خیلی فسودی، در حد 30 ثانیه وظیفه ما در قبال این اتفاق آتش بس چیه؟ خیلی خوب، حالا در حد 1 دقیقه‌اش که چون سوال دوم هم هست، سوال‌های دیگه هم هست، این وظیفه رو اگر به ما بگین ممنون میشم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما توی خود جنگ نظامی یه مرحله آفندی داریم، یه مرحله پدافندی داریم. توی حوزه رسانه هم همینطور هست. ما باید به نگاه آفندی و پدافندی، دفاع و حمله باید به این موضوع نگاه بکنیم و اینجور نیست که صرف این که حالا یه فعالیتی داره صورت میگیره تو فضای رسانه این کفایت میکنه. عرض کردم ابتدای سخنم که اقدامات خیلی خیلی بزرگی صورت گرفته که حالا من بخشایشو شاید آخر گذاشتم، قسمت شیرین رو آخر بگم که ما توی جنگ رسانه‌ای هم مثل جنگ نظامی پیروز بودیم تا الان. یعنی اینجوری نیست که حالا نسبت بهتر از جنگ 12 خیلی خیلی بهتر، خیلی جلوتر، که باز این رجزی که خونده میشه، این قدرتی که توی میدون اومده، مثل همون قدرت نظامی که به صورت کامل توی میدون اومده، قدرت رسانه‌ای هم ما توی عرصه رسانه هم پیروزی خیلی خیلی بزرگی رو به دست آوردیم که عرض خواهم کرد. اما اگه بخوایم در مورد وظیفه صحبت بکنیم، ببینید تو حوزه آفندی به هر حال داره دشمن لحظه به لحظه برای ما تولید میکنه. تولید محتوا از نفر اول و شخص اول ایالات متحده گرفته تا افراد، رسانه های دیگر، شبکه‌های اجتماعی خارجی و حالا مواردی که هست. به هر حال اتفاقی که هست اینه که خب یه مقدار دسترسی به رسانه های بین المللی الان محدود هست به دلایل منطقی امنیتی. عرض میکنم یه بار دیگه تکرار کنم، به دلایل منطقی امنیتی دسترسی به اینترنت بین الملل محدود هست. اما به هر حال اخباری از این شایعاتی که توی فضای رسانه‌ای بین الملل منتشر میشه داخل کشور میاد. در قبال اینها چیزی که اماممون، رهبر جدیدمون فرمودند که ما باید گوشمون رو جدا کنیم به این مضمون از رسانه‌های معاند و در واقع سبد رسانه‌ای خودمون رو سمت رسانه معاند نبریم. این دیگه توی جملات اخیر رهبرمون و امام جدیدمون تأکیدی بود و تأکید کردن. نکته دوم افزایش سواد رسانه‌ای هست. سواد رسانه‌ای به معنای عام عرض می‌کنم، حالا شاید به معنای تخصصی دوستان فعال حوزه رسانه باید ترتیباتی بیندیشن که توی این حوزه ورود بکنن، پاسخ بعضی موضوعات رو بدهن، تو بعضی از مسائل آفندی عمل بکنن، یعنی میدان رسانه رو در اختیار بگیرن. اما به صورت عام، یعنی مردم عزیز و بزرگوارون رو باید بتونیم یه مسئولیتی ایجاد بکنیم. راهکار زیاد هست. اول اینکه ما چون خیلی نگرانیم، مردم بالاخره ممکنه نگرانی هایی داشته باشن، استرس ها و دغدغه‌ای داشته باشن، هی دنبال اینن که اطلاع کسب کنن. کسب اطلاع کردن یه چیز خیلی عادیه الان. این کسب اطلاع کردن نباید باعث این بشه که ما هی به منابع مختلف مراجعه بکنیم و بخوایم ازش کسب اطلاع کنیم. مثل آدمی که احساس گرسنگی میکنه ولی غذاهای متعدد و متکثری رو مصرف میکنه، خب بعد یه مدتی بیمار میشه، مریض میشه. ذهن آدم هم همینجوره. من فکر میکنم محدود کردن سبد رسانه‌ای به رسانه‌های محدود و معتبر و رسمی، این یه نکته هست. نکته دوم، تعجیل نکنیم، عجله نکنیم. اتفاقی میافتد، شایعه‌ای منتشر میشود، سریعاً هراس نکنیم. امروز بعد از ظهر یه صدای انفجاری حالا تو محدوده‌ای که محل سکونت ما بود تو اصفهان اومد، کنترل شده بود. بله. بعد یکی از همسایه‌هایی که خیلی اطلاعی نداشت ترسیده بود، من از من سوال کرد، گفت دوباره حمله کردن. گفتم نه، این بحث انفجار کنترل شده است. اینم خبرش توی فضای رسانه‌ای منتشر شده.
به دلیل همون استرس عجله ایشون و عدم اطلاع باعث شده بود که همین الان یه دلهره‌ای بگیره. ما عجله ما باعث میشه که بریم سراغ منابع غیر رسمی حتی اینا انتقالش بده و این رو به بقیه منتقل بکنیم. باید یه مقدار تحمل بکنیم، یکی زمان بندیه، یکی سبد رسانه‌ای خودمون رو تنظیم بکنیم، یکی اینکه هی دنبال خبر نریم. آقا این تایمی که تشریف میارید بیرون توی خیابون شب، شاید اگه یکی دو ساعت هستین کمتر با گوشی سر کار دارید. من سوال میکنم ببینید آرامش بیشتری ندارین تا اون زمانی که توی خونه هستین؟ حالا یه بخشی از این آرامش بابت اینه که مردم عزیز رو میبینید، همشهری‌ها رو میبینید، ولی بخش دیگری از این آرامش اینه که رجوع و خبر نداریم. این هم اگر یه مقدار مدیریت بکنیم، فکر میکنم 2-3 تا پیشنهاد اصلی، موارد دیگه هم هست که آقای دکتر خدمت شما هستیم میفرمایید. ممنونم از شما. یه مورد اضافه بکنم، هم شتاب زده که فرمودین آقای دکتر، غیر از انتقال خبر بحث تحلیل هم هست. گاهی وقت ما در تحلیل هم شتاب زدگی میکنیم که حالا مربوط عموم مردم هم نمیشه. گاهی وقت تا تحلیلگرا و کسایی که تریبون دار هستن عجله میکنن در اینکه تحلیل بکنن و گاهی وقت یک تحلیل اشتباه یه عده‌ای از افراد مضطرب میکنه، یه عده رو افسرده میکنه، یه عده رو به خطا میندازه، باعث شکاف و اختلاف تو طبقات مختلف جامعه میشه. این هم جزو همون موردی هست که فرمودید، بیشه رعایت. ممنونم از شما. سوال دوم که حالا اشاره هم شد بهش در خلال بحث، اینه که بر اساس آنچه در پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های رسانه‌ای هم خارج، یعنی غیر از کشور ایران، و هم زیرساخت‌های رسانه‌ای و فضا مجازی ایران، نسبت به جنگ 12 روزه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم، سیاسیون ما مقداری کنش‌های، یعنی واکنش‌های دادن به اون صحبت‌های دشمنان ما، به خصوص حالا ترامپ یا دیگرانی که شما اسمشون رو فرمودین. یعنی نسبت به جنگ 12 روزه ما اینو دیدیم که سیاسیون ما خیلی دیگه جواب دادن تو بحث رسانه بهشون. حالا اون 2 نفر عزیزی که الان تو ذهن من هست، شهید لاریجانی بود که بسیار حالا توییتایی که میذارد تو پلتفرم ایکس، و الان هم یعنی آقای قالیباف بودن که این اتفاق به ثمر رسید. آقای ساغری زاده عزیز، اینو برای ما توضیح بدین، آیا تا الان خوب بوده، خوب نبوده؟ این کنشگری در مقابله با توان رسانه‌ای دشمن خوب بوده تا الان نبوده؟ برای بهتر شدنش اگر موضوعی هست بفرمایید. یه سطح مطلوبی داریم که مورد توقع ما هست، یه سطحی هم واقع بینانه هست دیگه، باید با یه سری واقعیت‌ها کنار بیام. طرف مقابل، اون کسایی که اون طرف نشستن و چه خود ترامپ، چه ونس، چه سایر افرادی که اطلاع رسانی میکنن، در یه فضای آرامی تو کاخ سفید نشستن، بدون هیچ تهدیدی دارن کارشون رو میکنن و خب مسئولین ما زیر شدیدترین تهدیدها ما در این فضا باید ببینیمشون که اگر حالا کنشی انجام شده یا نشده باید تو این فضا تحلیل کرد. من میخوام از یک زاویه بالاتر نگاه بکنیم و اون که ما کلاً در بحث حکمرانی نیاز هست که یک تجدید نظری تو بحث‌های رسانه‌ای داشته باشیم. ما در جنبه مردم یا بحث دیگه‌ای داریم بین خودمون، یه بحث هم با حکمرانی داریم، یه بخشش گفتگو با مردمه. الان ببینید توییتایی که ترامپ داره، خب با مردمش و با مخاطبانش داره صحبت میکنه. ما شرایط حاد جنگی رو در نظر نگیریم، از قبلش و انشالله در آینده مسئولین باید با مردم صحبت بکنن. ما این نقطه ضعف رو داریم. ببینید ما 40 شب میام تو میدون شعار میدیم، صحبت میکنیم با هم، رجز میخونیم، یک باره مثلا نیمه شب به ما اعلام میشه که آقا فردا مذاکره، بیانیه شعام. این از لحاظ حکمرانی رسانه این اشتباس. اگر قرار بود این اتفاق بیفته باید زمینه تو چند روز آماده میشد که یه بخشی از جامعه یه هوشوکه نشه، یه بخشی از جامعه خودشونو باخته بودن، احساس کردن دیگه از فردا نیام تو خیابون ها. و اگر پیام اربعین حضرت آقا نبود، این تأکیدشون روی این که مردم هستن که تعیین میکنن. حالا عین جمله ایشون رو یادداشت کردم، فرمودن مسلماً فریادهای شما در میادین
در نتیجه مذاکرات مؤثر است. یعنی شما میان تو میدون، اون خواسته ای که شما دارید اون افرادی که رفتن برای مذاکره اون خواسته رو اونها منتقل میکنن. اون طرف مقابل اگر زیاده خواهی کرد شما میزنی رو میز، میگه نه مردم من اینا ازم نمیخوان. اگر چیزی ازت خواست مثلا هسته یا ما میخوایم از بین ببریم، شما میزنی رو میز، میگه نه مردمی که کف خیابونن چیزی دیگه از ما میخوان. مطالبه مردم اینه من نمیتونم بپذیرم. بنابراین گفتگوی با مردم بسیار مهمه. زبان گفتگو با مردم رو مسئولین باید اگر که حالا در اون حدی که لازم هست یاد نگرفتن یاد بگن. قائد شهیدمون ببینید چقدر با مردم راحت صحبت میکردن. همین سال قبل 13 آبان دانش آموزا رفته بودن ملاقات ایشون. حضرت آقا در قامت یک امام شهید، در قامت یک معلم تاریخ برای بچه‌ها، خلاصه تاریخ استعمار رو برای بچه‌ها بیان کرد. ولی مسئولین ما همچی دیالوگی با مردم ندارن یا کم دارن، ضعیفه. این روایت باید بین مردم و مسئولین شکل بگیره. الان تو دوره که مذاکرات انجام میشه نباید میدون خالی بشه. یعنی روایت مذاکرات رو ما نباید از تیم ترامپ بشنویم، باید از مسئول خودمون بشنویم و اگر کوتاهی بشه روایت ترامپ شکل میگیره، اون هست که تعیین کننده میشه. تو همین جمع ها من خواهشم اینه، حالا این نظر شخصی من هست، ممکن است آقای دکتر نقد داشته باشه. میگم دوستان عزیز، مردم اصفهان ما باید مطالبه داشته باشیم. مسئولین ما چرا اونجور که شایسته است بین مردم نیستن؟ چه عیبی داره این مسئول بیاد اینجا کنار ما پرچم بگردونه؟ به خدایی چه عیبی نداره. بعضی مسئولین خیلی به ندرت من دیدم میاد توی موکه، بعد میرن تو اونجا یه 2 تا صندلی هست میشینن. آقا مردم که سیاه لشکر نیستن. به فرموده حضرت آقا مردم مبعوث شدن. اصلا مردم بیایید تا مردم شما را تبیین بکنند. تبیین را مردم باید برای مسئولین انجام بده. ما امیدواریم که همونطور که به فرموده امام شهیدمون مردم مبعوث شدن، مسئولین هم مبعوث بشن. مسئولین هم بیان سر خط همونجوری که مردم میگن و امام حاضرمون رهبر عالی قدرمون میگن همون رو انجام بده. صحبتمون سر روایت بود که اگر قرار هست تلاش رسانه‌ای انجام بگیره باید در چارچوب یک تلاش قاعده‌مند یه حکمران یه رسانه داشته باشیم، بدونیم آقا واقعا ما میخوایم چیکار بکنیم. الان فضای اینترنتمون خب محدود شده، به لحاظ هم تو که آقای دکتر گفتن شرایط امنیتی ایجاب میکنه. خود من شغلم درگیر اینترنته، مگه اینترنت آزاد داشتم کار میکردم، الان نمیتونم کارم انجام بدم، شما و دیگری هم شاید همینطور. اما درک میکنیم در شرایط الان این کار به صلاح کشورمون نیست، ولی زیر ساختای ملی باید تقویت بشه. این شبکه ملی اطلاعات که سالها حضرت آقا روش تاکید داشتن این باید تقویت بشه و یک نظام کلی برای حکمرانی رسانه اون داشته باشیم. پیام رسانات تقویت بشن، ما با اشکال مواجه نباشیم. وقتی ارتباطمون قطع میشه نباید اینجوری باشه که پیام رسانه اعصاب مردم خورد بکنه. این یکی از همون شاخصه‌هایی هست در حکمرانی رسانه که اینا مهمه. حالا به هر حال شرایط جنگ ما همه اینا رو درک میکنیم، ولی بعد از انشاءالله پیروزیمون و پایان جنگ باید اینا اصلاح بشه و کمک بگیرن از متخصصین. ماشاءالله صدا خیلی بالاست. ماشاءالله به شما، دم شما گرم، خسته نباشین آقا. خدا قوت با این پراید. خسته من نباشین. یه نقدی هم به خودمون بکنیم آقای دکتر شمس. یکی از چیزهایی که یادگارهای امام شهیدمون بیانیه گام دوم بود که متاسفانه اونجور که باید روش کار نکرد. من شنیدم که ایشون به یکی از سخنرانانم گلایه کرده بودن که روی این بیانیه کار نشد. من خیلی براش زحمت کشیدم. یکی از چیزهایی که تو این بیانیه ذکر شد این هم باعث افتخاره واقعا. ماشاءالله به شما که تو شهر میتابن برامون هممون عزیز. یکی از چیزایی که تو نکاتی که تو بیانیه فرمودن بحث یکی توجه به جوانها بود، جوانگرایی.
که خب باید واقعا یه شب دیگه ما بشینیم راجع به بیانیه صحبت بکنیم که آیا ما این توصیه از آقا رو جدی گرفتیم، جوانگرایی کردیم یا نه. یکی هم بحث علم، توجه به علم. آقا الان علم، دانش رسانه علمه، چرا بهش توجه نمی‌کنی؟ چرا هر مدیری میاد، هر نماینده مجلس فکر میکنه مثلا یه خبرنگار رو بذاره کنارش، این میشه بخش رسانه؟ اصلا توجه به این نداریم که آقا این توییتی که شما منتشر میکنین، که خبری که از شما منتشر میشه، این کنشی که میکنین، یکی میاد یه چیزی بهت میگه، تو یه جوابی میدی، اون جواب از لحاظ رسانه ای ممکنه که حتی موقعیت نظام رو خدشه‌دار بکنه. ما باید به این مسائل توجه بکنیم. رسانه در دنیای امروز یک علمه و اگر ما به جا ازش استفاده نکنیم عقب میمونیم. ممنونم. زنده باش. حسنا باش. جناب آقای شمس، خیلی سریع اگر میشه، چون ما وقت نداریم، سالهای دیگه هم هست، جمع جور کنید این سال دوم و انشالله. نه حالا آره. ببینید در مورد بحث ساختار مسئولین جمهوری اسلامی توی دوره اخیر بعد از جنگ 12 روزه، این یکی از همون مطالبه بود که من می‌خواستم به عنوان دستاورد، نمیخوایم بیایم اینجا قدرت دشمن رو فقط به رخ خودمون بکشیم. یه بخش از این گفتگوی ما از این بابته که ما بدونیم که دستاوردهای بزرگی مثل همین دستاورد شکست دشمن که توی من شمردم بیشتر از 10 بعد نظامی، منطقه‌ای، اقتصادی و ژئوپلیتیک داشتیم. توی حوزه رسانه اتفاقات خوبی که افتاد، یکی دو تاشو شما اشاره کردید. آقای دکتر ساغری هم فرمودن در مورد این موضوع. شهید لاریجانی بزرگوار بعد از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، خب توی فضای رسانه‌ای کنششون نسبت به سمت قبلی که داشتن خیلی خیلی بیشتر بود. با شروع جنگ ایشون در واقع مسئولیت اصلی رجزخوانی و پاسخگویی به رجز دشمن رو به عهده گرفتن که فکر میکنم روزها و خاطرات به یاد ماندنی از زمان مسئولیت ایشون توی این جنگ اتفاق افتاد که شاید زمان باید بگذاره بعداً در مورد تأثیرات بعضی از اقدامات رسانه‌ای ایشون صحبت کنیم. بعد از اون فکر میکنم از مسئولین در میدانمون شهید تنگ سیری بزرگوار رو هم باید یاد بکنیم که ایشون هم به شدت توی این موضوع مشغول بودن و تونستن کمک بکنن به فضای اجتماعی و رسانه‌ای. همین الان ما دیگه کوچوله هامون هم دیگه سید مجید دیگه، حالا ما میگیم سردار موسوی دیگه، ولی دیگه کوچوله هامون هم سید مجید میگن دیگه. تا سفارش موشک صورتی رو دادن زدن، بله. تا میخواستن موشک سورمه‌ای و سفارش بدن پسرای ما، همه جای این پسرها مورد ظلم واقع شدن. عرض من اینه که حتی مسئولین در میدان هم توی فضای رسانه‌ای بودن و به هر حال آیه دکتر قالیباف هم که خب جزء مسئولین بودن که ورود کردن. ببینید سیاستمداران و اهالی میدان هم به جمع‌بندی این رسیدن که باید توی رسانه حضور پیدا کنند. آقای قالیباف خوبم ورود، خیلی عالی، متنای خوبه، متنای برنامه‌ریزی شده به زبان بین‌المللی و به هر حال با ابعاد. فقط یکی از توییت‌های تاثیرگذار چند روز پیش ایشون، من تا اون ساعتی که نگاه کردم 14 میلیون بازدید توی سطح خارج از کشور، چون ایشون تو فضایی توییت داره میزنه که داخل کشور که خب خیلی کسی الان دسترسی نداره، پس تو ابعاد بین‌المللی داره دیده میشه. موضوع بعدی وزارت خارجه هست. من حالا شاید شما از آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه خیلی کنشی نمیبینید. اتفاقی که توی وزارت خارجه افتاده و مردم و دوستان رسانه‌ای شاید کمتر بهش توجه کردن، فعالیت شدید سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای مختلف است. یعنی هر سفارتخانه ما الان یه سفیر رسانه‌ای شده. تا این لحظه که دارم صحبت میکنم اندونزی، تایلند، مکزیک، اتریش، اینایی که من چک کردم، زیمبابوه. مثال توییت سفیر ایران در هند، بله این آخری بود. بله نوشته بود که تو دورای قبلی گفتن که قنی سازی بکنیم، اجازه بدن قنی سازی بشه. آمریکا گفت که خب اول شما کوتاه بیاین. گفتیم خب ما کوتاه اومدیم. بعد ایران میپرسه که خب حالا تکلیف این تحریمات چی شد؟ آمریکا میگه نمیدونم.
بعد می‌نوشته بعد از تنگه هرمز آمریکا میپرسه که کی پس تنگه باز میشه ایران؟ نمیدونم. دقیقاً همینطور هست. کنشه بین المللی ما توی حوزه وزارت خارجه هم در واقع سفارتخانه های ما توی کشورهای مختلف به کمک رسانه اومدن، بازوهای رسانه‌ای هستند و دارن فعالیت رسانه‌ای میکنن. اتفاق دیگه ای که من میخوام به شما عرض کنم، اینا با غرور و افتخار عنوان میکنیم. مردم بزرگوار، بچه‌های پای لانچر هم دارن جور رسانه رو میکشن. یعنی ما توی دوره اخیر دست نوشته هایی که روی موشک ها داره نوشته میشه و این دست نوشته ها تعداد زیادیش به زبان بین الملل داره نوشته میشه. فقط توی یکی دو موردی که من چک کردم بازخورده اونا توی کشورهای هدف و کاملا با برنامه ریزی. یعنی یه شخصیت مثلا قهرمان صلح یا عدالت، یه سربازی توی ایالات متحده سالهای قبل، یکی از سربازی جوان 25 ساله‌ای که جزء ارتش امریکا بوده، در اعتراض به کشتار مردم غزه و فلسطین خودسوزی میکنه. میگه اگر این جنگ رو متوقف نکنید من خودکشی میکنم. خودسوزی میکنه به عنوان قهرمان ارتش آمریکا در دفاع از فلسطین. خب ایشون فوت میکنه. اسم ایشون بعد از سالها که جایی درج نمیشه میاد روی موشک‌های ایرانی به زبان انگلیسی. یا اون خانم خبرنگاری که توی غزه حضور پیدا کرد و به شکل فجیع به شهادت رسید، خانم راشل کوری، اسم ایشون درج میشه. یا مثلا شهدای کشتی مره ترکیه. ما بچه‌های پای لانچر و بچه‌های هوافضامون هم حواسشون به رسانه هست. حالا شما مثال به موشک رسانه، آره یعنی به موشک رسانه هم رسیدیم. حالا شما مثال موشک صورتی زدید. همون موشک صورتی تو گزارش پریروز BBC اگه نگاه بکنید کامل به این موضوعات پرداخته که جمهوری اسلامی انگار توی حوزه رسانه یه فعالیت جدیدی شروع کرده. ما نقطه قوت بزرگمون توی جنگ اخیر به نسبت جنگ 12 روزه و همه ایام قبل از اون حتی این بود که میدان نظامی، میدان دیپلماسی، یعنی در واقع وزارت خارجه و مسئولین ارشد که هنوز فکر میکنم جایی داره، به میدان رجز اومدن. رجز در مقابل فردی که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمت شما، یه شخصیت کاملا اقتدارگرا، یه شخصیت کاملا فریبکار، به شدت دروغگو و به شدت مسلط به فضای رسانه‌ای. این آدم یه جبهه رسانه‌ای در همه ابعاد در مقابلش میخواد و همه مردم ما باید بدونن که ترس و ارعابی از این آدم نباید داشته باشن. این آدم به شدت دروغگو هست. به هر حال این اتفاق توی این جنگ اخیر افتاده و این جزء دستاوردهای ماست. من فکر می‌کنم دوستان شما جا داره توی 2 روز گذشته یه گزارش حدود 3 دقیقه‌ای BBC منتشر کرد، رسانه انگلیس و رسانه روباه پیر یه گزارش 3 دقیقه‌ای پخش کرده. قابلیت پخش مکرر توی همین موکب را داره. این گزارش در واقع دست دشمن رو داره میبره بالا. میگه که جمهوری اسلامی توی این جنگ توی حوزه رسانه غلبه داشته بر ایالات متحده. این اعتراف خیلی اعتراف بزرگیه که رسانه روباه پیر داره میکنه. اونم از یک مرجع رسانه‌ای. این من فکر میکنم حالا اگر دوستان پخش نکردن حتما این گزارش شبکه BBC را پخش میکنیم تا بیان بگن. و ظرفیت‌های متعدد و متکثری که توی این جنگ استفاده شد. من یه مثال خیلی ساده دیگه از ظرفیت‌های مردمی، قومی و اجتماعی که توی این جنگ استفاده شد خدمتتون عرض کنم. ما توی استان اصفهان و توی شهر اصفهان افتخار اینو داریم که هموطنانی از اقوام بختیاری و لور حضور دارن. شما فکر کنید یه اتفاق در واقع شلیک با تفنگ برنو اون لورهای غیوری که به پهپادهای دشمن اصابت کرد و چندین پهپاد دشمن رو زمین گیر کرد، چقدر ابعاد رسانه‌ای پیدا میکنه و چقدر ما ازش بهره برداری میکنیم برای تقویت در واقع بایستگی‌های قومی کشورمون. و دوباره حالا طنزهایی با برنو ساخته میشه. اینایی که به شما عرض کردم ظرفیت‌های عظیم
رسانه‌ای هست که ما باید فعال بکنیم. خیلی از اینا فعال شده با تدبیر آدم‌هایی که توی میدان هستن، با تدبیر مسئولینی که خیلی با نگاه درست‌تری به رسانه نسبت به قبل دارن فعالیت و حرکت میکنه و این جزء نقاط قوت و شیرینی بود که من عرض کردم خدمتتون. تا بحث اقوام رو فرمودیم، بحث اقلیت هم بله همینطور هست پیدا میکنه. حالا هم حضوری که داشتن و این شهید ارمنی که داشتیم تقویت کرد این همبستگی رو. و با توجه به این توییتی که ترامپ حمله کرد به پاپ چند روز گذشته و این اتفاقات که بین پاپ و ترامپ گذشته، من فکر میکنم هنوز جا داره این جا موضوع داره و این کنش ارامنه اصفهان رو هم و تو به خاطر توهینی که تو اون تصویر با هوش مصنوعی به حضرت مسیح علیه السلام کرد، الان جا داره که ما کمک بکنیم به ارامنه اصفهان که بتونن این پیامشون رو به جهان مخابره بکنن و توهین ترامپ اینجا بتونن پاسخ بدن. خدا رو شکر تا الان من چیزی که تا الان چک کردم، حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع اعزام تقلید پیام دادن که پیامشون تو سطح بین الملل رسانه‌ای شد. آیت الله عرافی رئیس حوزه‌های علمی کشور، خود آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر قالیباف پیام خطاب به ترامپ دادن. ولی ما فکر میکنم توی اصفهان به عنوان شهر و استانی که میزبان خیلی کثیری از هموطنان ارامنه و مسیحی هستیم، جای یک کار رسانه‌ای بین المللی خیلی خوب داره در دفاع از مواضع خوب پاپ که به هر حال ایشون به عنوان یکی از ادیان توحیدی توی این مرحله از جنگ طرف، به قول معروف طرف درست تاریخ ایستادن و تأکید و حمایت از ایستادن این شخصیت مذهبی جهانی که در سمت درست تاریخ ایستادن. فکر میکنم وزنه رسانه‌ای ما رو تو سطح بین الملل توی جامعه مسیحیان دنیا خیلی سنگین تر خواهد کرد. بله یه توییت هم زد خواست جمعش کنه نتونست، یعنی دیگه بله بله. خیلی خوب ممنونم. وقت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از دو بزرگواری که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. مردم خوب اصفهان، مردم خوب فلکه فیض، دنیا باید رشادت شما رو ببینه. دنیا ایستاده دست به سینه جلوی شما خم میشه که ما 1400 و اندی سال از اسلام گذشت. حقیقتاً در هیچ دوره‌ای همچین مردمی نبودن که پای کار اسلام وایسن، پای کار رهبرشون، نائب امامشون بایستن و انشالله تمام این پرچم‌ها و تمام این رقص‌های پرچم رو ما تقدیم میکنیم با دستانمون به امام زمان علیه السلام موقع حضور. خدایا انشاءالله که رهبر عزیزمون سید مجتبی خامنه‌ای عزیزمون این پرچم اسلامو با دستای خودشون تحویل امام زمان علیه السلام بدن. یه صلوات بفرستین. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تکرار سوال نپرسن دیگه، حالا چون وقت برنامه اتمام رسید اگر سوالی بود به عزیزان ما بده، ما خدمت اساتید و متخصصان تقدیم میکنیم و انشالله جواب میگیریم. ممنونم از حضور شما، ممنون از وجود شما، حنجره های شما، دستان شما باید بوسیده بشود که وقت میذارین و 45 شب 46 شبه که اینجا هستین. تعجیل در فرج آقامون، مولامون، عشقمون، وجودمون، عزیز دلمون امام زمان علیه السلام پدر عالم صلواتی بفرستید.